در ادامه بازدیدکاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در موضع زرتپه دهات دهی بلند ناحیه مومن آباد به فعالیت سردخانه آغاز بخشیدند. در ادامه بازدید کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در موضع زرتپه جماعت دهی بلند ناحیه مومن آباد به فعالیت سردخانه آغاز بخشیدند. سردخانه زمانوی با دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با دستگیری و مبلغ‌گذاری جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرکاران مورد استفاده قرار داده شد. مقصد از فعال ساختن سردخانه نگهداری محصولات استحصال شده در خواجگی‌های جمعیت و اهالی بوده، آن در مدت کوتاه بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد. اطلاع داده شد که سردخانه در مساحت 0.80 گکتار زمین با گنجایش 1000 تن میوه و سبزیجات پیش بینی شده است و با استفاده دادن این انشاءات 15 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی و موسمی تامین شدند. با نظرداشت منطقه اگراری بودن ناحیه مومن آباد با فعالیت آغاز کردن چنین سردخانه امر ضروری دانسته می شود، زیرا در اکثر موارد بنابر نبودن چنین انشاءات محصولات خواجگیداران تلف می یافت. در انشاءات مذکور دستگاه و تجهیزات ضروری که حرارت داخل سردخانه را مطابق به معیار نگاه داشته صفت خوب محصولات را تامین می نماید وصل و نصب کرده شده است. با فعالیت آغاز کردن سردخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرکاران وسیله مهمی با محصولات تر و تازه تامین نمودن اهالی در فصلهای زمستان و بهار نیز می باشد. در سردخانه نو کارگران با این مقصد سبزی، کارتوشک، سیب و دیگر نامگوی محصولات را ذخیره نمودند. اینچنین جهت نگهداری موقتی و بندوبست محصولات در حدود سردخانه انبار کلان بنیاد گردیده است. برتریت دیگری سردخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرکاران بازداران است که طریق شرطنامه برای نگهداری استانداردی از اهالی میوه و سبزیجات قبول می نماید. جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرکاران در دوره سال جاری یکچند کارخانه‌های استحصالی را تشکیل نمود که در آنها زیاده از 100 جای کاری مهیا کرده شد. در این دوره با استفاده دادن کارخانه استحصالی کارتوشکای خشک، پرورشگاه پرنده‌های نادر، فابریکه استحصال گوشت مرغ و تخم، فرمه چاروداری و استحصال شیر، کارخانه کارگرد شیر، سردخانه زمانوی با گنجایش 1000 تن برای نگهداری محصولات کشاورزی و استفاده داده شد. همچنین جمعیت نامبرده در دوام همین سال 18 کیلومتر راههای داخلی ناحیه را پوره از نوسازی و منفرش نمود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرکاران در خود همین سال 5 گکتار باغی پیسته بنیاد نمود و 17 گکتار باغ‌های اینتنسیوی. همه این پیشروی ها از اقدام و دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت عزیز کشورمان محترم امامعلی رحمان عملی شدند. من از نام کارمندان 100 نفره جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرکاران و صاحبکاران منتداری به پایان خود را به پیشوای معظم ملت اظهار می نمایم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با تشبث صاحبکاران جهت بنیاد سردخانه، پیشگیری تلفیابی محصولات و تامین بازار با میوه و سبزیجات در همه فصلهای سال بهای بلند داده مسئولان را وظیفه‌دار نمودند که با استفاده از امکانیت و اقتدارهای موجوده ناحیه حجم ذخیره محصولات کشاورزی را زیاد نمایند.